مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 22 نوامبر سال 2022 در نویه دنغره و شهر پنجکند دو کودک نابالغ، یکی 2 ساله و دومی 9 ساله، زیر چرخ ماشین‌های رهگذر به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 22 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 10:20 راننده ماشین بارکش دمغه گاز 53 میرزا مرادوف عمرعلی سال تولدش 1971 ساکن نویه دنغره هنگام حرکت از سمت کوچه زیبونیسو به سمت ترمینال مسافرکشانی نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان نظر و حمایه سال تولدش 1965 و نبیره خردسالش اشورعلی زاده مهربان سال تولدش 2020 ساکنان نویه دنغره را پخش نموده است. در نتیجه خردسال اشورعلی زاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بیبی او نظرова جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. همچنین نیمه دوم روز 22 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 14:50 راننده ماشین تمغه اوپل استرا رجبوف شهزاد سال تولدش 1999 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد خیابان رودکی شهر مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان نابالغ رامانوف سمندر سال تولدش 2013 ساکن امین شهر را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رامانوف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.